حالا در مورد شعر اون آقای عزیز خب اکذبها گفتن احسنها اکذبها، به ایشون خیلی نمیشه ایراد کرد. در شعر این چیزها قابل قبوله. به هر حال این هم یک لطف دیگری است که دل بندگان مؤمن و صالح خود رو نسبت به این حقیر اینجور مهربان کنه و از خدا می‌خواهیم که ادای این شکر را بر ما ممکن بسازه.